اگر دختر نوجوان زیر 18 سال دارید، این ویدیو رو حتما تا آخرش ببینید. از اونجایی که یکی از دغدغه‌های این روزای من استفاده دخترم از ماسک لب مارک لنش لیپ اسلیپینگ ماسک هستش، یه تحقیقاتی در موردش کردم و گفتم با شما هم به اشتراک بذارم. این ماسک لب جذاب و خوشبو که در انواع اقسام رایحه‌ها هم موجوده، یه فرمولاسیون اصلی داره که پایه اون دیزوبوتن استاریل هستش که برای جذب آب و حفظ رطوبت لب به کار برده میشه و پایه فرمولاسیون یه سری مواد دیگه داره که تقریبا در همه ماسک‌های لب یکسان، مثل گلیسرین، ویتامین سی، شی باتر و خیلی چیزای دیگه. حالا می‌خوایم ببینیم چه چیزایی داره که برای بچه‌ها مناسب نیست و چیزایی نداره که مشکلی نیست. این ماسک لب فاقد سولفات، فتالات، اما حاوی عطر، الکل و سیلیکون که برای بچه‌ها، به خصوص بچه‌های زیر 18 سال، به خصوص بچه‌هایی که حساسیت زیادی دارن مثل حساسیت‌های پوستی یا آلرژی، مناسب نیستش. در نتیجه دختر خانم‌های زیر 18 سال از این ماسک استفاده نکنن خیلی بهتره.